به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. کتاب سقراط نوشته پاملا دل و ترجمه جهان افروز معماریان است. گروه انتشاراتی ققنوس این ناداستان را روانه بازار کرده است. این اثر زندگی نامه سقراط، یونانی جویای حقیقت در عهد باستان است. این کتاب رو انتشارات ققنوس در سال 1389 در تهران چاپ کرد. این کتاب در حوزه تاریخ جهان و زندگی نامه هستش. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. ابتدا نوشته کوتاهی در مورد معرفی کتاب برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم ورق میزنیم. لطفاً با من همراه باشید. کتاب سقراط برابر با یک ناداستان در قالب زندگی نامه است. این کتاب شرحی از زندگی نامه سقراط است. در یک تقسیم بندی میتوان ادبیات را به دو گونه داستانی و غیر داستانی تقسیم کرد. ناداستان معمولاً به مجموعه نوشته هایی که باید جزء ادبیات غیر داستانی قرار بگیرد اطلاق می شود. در این گونه نویسنده با نیت خیر برای توسعه حقیقت، تشریح وقایع، معرفی اشخاص یا ارائه اطلاعات و به دلایلی دیگر شروع به نوشتن می کند. در مقابل در نوشته های غیر واقعیت محور یا داستان، خالق اثر صریحاً یا تلویحاً از واقعیت سرباز می‌زند و این گونه به عنوان ادبیات داستانی یا غیر واقعیت محور طبقه بندی می شود. هدف ادبیات غیر داستانی تعلیم هم نوعان است، البته نه به معنای آموزش کلاسیک و کاملا علمی و تخصصی که عاری از ملاحظات زیبا شناختی است. همچنین تغییر و اصلاح نگرش، رشد افکار، ترغیب یا بیان تجارب و واقعیات از طریق مکاشفه مبتنی بر واقعیت از هدفهای دیگر ناداستان نویسی است. ژانر ادبیات غیر داستانی به مضمون‌های بیشماری می‌پردازد و فرم‌های گوناگون دارد. انواع ادبیات غیر داستانی می‌تواند شامل اینها باشند: جستارها، زندگی نامه‌ها، کتاب‌های تاریخی، کتاب‌های علمی آموزشی، گزارش‌های ویژه، یادداشت‌ها، گفتگوها، یادداشت‌های روزانه، سفرنامه‌ها، نامه‌ها، سندها، خاطره‌ها و نقدهای ادبی. کتاب سقراط به زندگی و آموزه‌های سقراط، فیلسوف یونانی قرن پنجم پیش از میلاد می‌پردازد. پاملا دل نویسنده این کتاب خودش فیلسوف و نویسنده مشهور است. بنابراین با تسلط کامل بر افکار و اندیشه‌های سقراط و کندوکاو در زندگی او اثری کامل و جامع نوشته است. خب با من همراه باشید تا کتاب رو ورق بزنیم و از زندگی این فیلسوف یونانی زیبا برامون این کتاب توضیح بده که چه چیزهایی رو میتونیم کشف کنیم و متوجه بشیم. یونان باستان. پس از سقراط، شهر تروآ در جنگ تروآ در حدود سال 1180 پیش از میلاد سربازان به یونانی فرو رفته در بازلاق قحطی و اقتصادی از هم پاشیده بازگشتند. اکنون زمان بازسازی بود. یونان با گذار به دوره دولت شهرهای مستقل و پایه‌گذاری بازی‌های المپیک دگرگونی سیاسی و فرهنگی 400 ساله‌ای را پس از جنگ از سر گذراند. آتن کانون پیشرفت‌های معماری، هنر، علم و فلسفه شد. در حدود سال 460 پیش از میلاد
یونان باستان به عصر زرین خود قدم گذاشت. در این عصر مردم سالاری مستقر گردید. طلیعه مطالعات دانشگاهی پدیدار شد. گام‌های بلندی در راه پیشرفت علم و پزشکی و معماری برداشته شد و اشعار حماسی و نمایشنامه‌هایی خلق شد، دستاوردهایی که هنوز هم از آنها بهره می‌برند. سقراط فیلسوف یونان باستان به اتهام بیدینی و گمراه کردن جوانان آتنی محاکمه شد. بهار سال 399 قمری میلادی بود و دادگاه شهروندان آتن پر از جمعیت. هیئت منصفه به تنهایی شامل 501 نفر میشد. همگی آنان مردانی بودند بالای 30 سال که با قرعه کشی از میان شهروندان قانونی تن انتخاب شده بودند. در آن صبح تماشاگران در کنار هیئت منصفه صحن دادگاه را پر کرده بودند. بسیاری از آنان دوستان دیرین متهم بودند و برخی دیگر دشمنان سرسخت او. همگی آنجا بودند تا شاهد محاکمه یک روزه سقراط باشند که در سراسر آتن صاحب نام بود. با توجه به شهرت سقراط و اتهام‌هایی که بر او وارد شده بود، این دادگاه حادثه‌ای نبود که کسی از آتنیان بخواهد آن را از دست بدهد. صبح با قرائت اتهام‌ها علیه متهم آغاز شد. دو طرف در انتظار آنچه بنا بود پیش آید سر جای خود میخکوب شده بودند. یک طرف امید داشت ببیند که سقراط درست در برابر چشمان آنها در مباحثه دیگر موفق می شود. طرف دیگر امیدوار بود که سقراط هرچه زودتر محکوم شود. به حکم قانون آتن کسانی که اتهام می زدند می بایست دعوی خود را اثبات می کردند. شاکیان 3 نفر بودند. جوانترین آنها شاعری بود با موی بلند، ریش نامرتب و بینی عقابی که در مقام مدعی العموم اصلی انجام وظیفه می کرد. نام او ملتوس یا ملتوس بود. 2 شاکی دیگر، یکی لیکون سخنور و دیگری آنیتوس رهبر سیاسی قدرتمند بود. سقراط پیرمردی 70 ساله، چاق و کوتاه قد، با چشمانی بغزده، لبانی کلفت و بینی بزرگ پهن در مقابل شاکیانش ایستاد. او متهم به بیدینی یا خودداری از پذیرش خدایان یونانی شد. اتهام دوم گمراه کردن جوانان از طریق انتقال افکارش به آنها بود. سقراط استدلال کرد که هیچ یک از این 2 اتهام بر او وارد نیست. فون کلته یا کلنته، نقاش و معمار قرن 19 هنگامی که شاکیان اقامه دعوای خود را در دادگاه به پایان رساندند، به سقراط مجالی برای سخن گفتن داده شد. آتنیان، نمیدانم سخنان مدعیان بر شما چه تأثیری نهاد. سخنان آنها چنان قانع کننده بود که من خود کمابیش تحت تأثیر آنها قرار گرفتم. با این همه تقریباً هیچ یک از آن سخنان حقیقت ندارد. میدانید که از سالهای بسیار دور بسیاری در برابر شما به من تهمت زدند، در حالی که هیچ یک از گفته‌های آنها درست نبوده است. سقراط پس از ساعتها استدلال در دفاع از خود کلامش را با چند کلمه ساده پایان داد. کار خود را به شما و خدا وامی‌گذارم تا به بهترین شیوهی که به صلاح من و خودتان است درباره‌ام داوری کنید. اکنون زمان صدور حکم از طرف هیئت منصفه بود. به این منظور آنها بدون ترک صحنه دادگاه یا بحث در مورد موضوع در میان خودشان در شنیده‌هایشان تأمل کردند. رأی اکثریت نتیجه را مشخص می‌کرد. بعد از 1 روز طولانی در دادگاه محاکمه پایان یافت. سقراط با رأی 361 نفر در مقابل 140 نفر محکوم به مرگ شد. آنان به اعدام او به شیوهی بدون درد و موقرانه با نوشیدن داوطلبانه جام زهراگین و کشنده شوکران رأی دادند. زمانی که سقراط حکم را دریافت کرد به نطقی طولانی پرداخت. او در دادگاه خطاب به مردم گفت:
و اکنون من با شما خداحافظی می کنم، شمایی که مرا به مرگ محکوم کردید، در حالی که خودتان تا ابد در پیشگاه حقیقت به رذالت و بی‌عدالتی محکوم خواهید ماند. سقراط زندگیش را در جستجوی حکمت و تلاش برای فهم تفاوت میان درست و نادرست گذرانده بود. او نادانی آدمیانی را که گمان می‌کردند سرشار از معرفتند برملا کرده بود. همواره بزرگترین هدفش این بود که همچون شخصی فاضل و درستکار عمل کند و دیگران را تشویق کند که چنین باشند. شاگردان سقراط بر این باور بودند که او خردمندترین شخص سراسر یونان است و نمی‌خواستند او را از دست بدهند. سقراط در دادگاه از خودش دفاع کرد. وقتی حلقه دوستان نزدیک سقراط با اضطرابی عمیق از دادگاه آتن خارج می‌شدند، یک سوال خاطر آنها را سخت مشغول کرده بود. آیا سقراط حکمی را که درباره اش صادر کرده بودند میپذیرد و جام مرگ را لاجرعه سر میکشد، یا چنان که آنان امیدوار بودند وسیله‌ای برای فرار از سرنوشتش پیدا میکند؟ فصل 2. سرآغازی مبارک. آتن دوران باستان دولت شهری در حال رشد و شکوفایی بود و سرشار از آثار معماری شگفت‌انگیز، هنر و افکار درخشان. در جنوب شرقی اروپا سرزمینی مملو از تپه‌های آفتاب سوخته، درختان گرهدار زیتون و ویرانه‌های باستانی قرار دارد. این سرزمین را از سه طرف دریاهای درخشانی احاطه کردند که در آنها هزاران جزیره مانند نقطه‌هایی قرار گرفتند. این سرزمین یونان نام دارد، کشوری که وسعت آن تنها به اندازه ایالت آلاباما در امریکاست. اما یونان با وجود وسعت کمی که دارد، برخی از بزرگترین نوابغ فرهنگی را به جهان هدیه داده است. یونانیان باستان به یک علت مهم از شهرتی خاص برخوردارند. آنان سنت مطالعه و پژوهش درباره چیستی واقعیت و حقایقی را که زیربنای کل معرفتند به جهان غرب تقدیم کردند. یونانیان این جستجوی حقیقت را فیلسوفیا یا همان فلسفه نام نهادند که به معنای عشق به دانایی است. نوشته‌های کهن به ما می‌گویند که سقراط در سال 469 قمری میلادی در منطقه سیاسی کوچک آلوپکه در آتن، سالها پیش از آنکه کشوری به نام یونان وجود داشته باشد، به دنیا آمد. جمعیت آتن در زمان تولد سقراط حدود 500,000 نفر بود. نام ناحیه‌ای که آتن آنجا قرار داشت و هنوز هم قرار دارد آتیکاست. آتیکا منطقه تپه ماهوری در شرق یونان است. سوفرونیسکوس پدر سقراط سنگ‌تراش بود. بعضی نوشته‌های تاریخی اشاره دارند به اینکه سقراط هم پیشه پدرش را آموخت. فنارته مادر سقراط ماما بود که به زاده شدن نوزادان کمک می‌کرد. بنا به سنت بعد از تولد پدر یا سرپرست نوزاد تصمیم می‌گرفت که آیا نوزاد ارزش نگه داشتن را دارد یا نه. اگر تصمیمش بر این میشد که نوزاد را نباید نگاه داشت، او را در گلدانی سر راه و در منطقه مقدس و غیر مسکونی می‌گذاشتند و رها می‌کردند تا بمیرد یا نجات پیدا کند. مانند همه نوزادانی که نگاه داشته می‌شدند، احتمالاً پدر سقراط در مورد او نیز مناسک دینی سنتی را به جا آورد. 5 روزه بود که پدرش او را با خود دور اجاق گرداند، مراسمی که به معنی پذیرش رسمی نوزاد در خانواده بود. 10 روزه بود که نامگذاری شد. همینطور سوفرونیسکوس سقراط 1 ساله را به انجمن آبا و اجدادی محلی خانواده که فراتری نامیده میشد معرفی کرد تا سنت‌های اجتماعی شهر را به او بیاموزند. در اوایل قرن 5 قمری میلادی آتن جایی شگرف بود. صدای طبل جنگ همواره به گوش می رسید
ده‌ها سال بود که امپراتوری هخامنشی از جانب شرق علیه ایالت‌های مختلف یونانی زبان یا دولت شهرها جنگ به راه می‌انداختند. در آن زمان هنوز دولت شهرها در قالب کشوری واحد به نام یونان با هم یکی نشده بودند. این سرزمین به عنوان هلاس شناخته می‌شد و مردمانش هلنی خوانده می‌شدند. هر دولت شهر قوانین و حکومت خود را داشت. هر ناحیه‌ای در مقابل ناحیه دیگر بود، همراه با اتحادها و پیمان‌های میان آنها که بر حسب ضرورت بسته و نقض می‌شد. امپراتوری هخامنشی بعضی از دولت شهرها را تحت تسلط خود داشت. دیگر دولت شهرها با یکدیگر متحد شده بودند تا از خود در برابر ایرانی‌ها دفاع کنند. نزاع و کشمکش در سراسر این ناحیه همیشگی بود و توازن قدرت دائما جابجا می‌شد. جنگ‌های ایران و یونان 51 سال طول کشید. در سال 480 قمری میلادی سپاهیان هخامنشی آتن را ویران کردند. یونان باستان متشکل از دولت شهرهای بسیار و قلمرو آن فراتر از مرزهای یونان امروز بود. این شهر تا 11 سال بعد از تولد سقراط به میزان زیادی بازسازی و به قدرت اصلی در میان دولت شهرهای پیرامون خود تبدیل شده بود. در سال 469 آتن به مرکز جشنواره‌های نمایشی، دین و سیاست منطقه تبدیل شده بود. آکروپولیس بر روی تپه‌ای بلند بر فراز آتن نشسته بود. آکروپولیس کلمه یونانی به معنای شهر مرتفع است. اکثر شهرهای هلنی یا یونانی یک آکروپولیس داشتند که در زمان جنگ به عنوان قلعه از آن استفاده می‌شد. در زمان تولد سقراط دست کم 50 سال می‌شد که سواد در میان عموم مردم رواج یافته بود. بدون شک سقراط پیش از 6 یا 7 سالگی به یکی از مدارس ابتدایی متعدد شهر رفته بود. هلنی‌ها احساس می‌کردند که آموزش فکری و جسمی پسرها عمدتاً به منظور آماده ساختن آنها برای جنگ مهم است. سقراط در مدرسه خواندن، نوشتن و حساب کردن را اغلب از بردگانی یاد گرفت که به عنوان معلم خدمت می‌کردند. پسران دانش آموز همچنین در ورزش‌هایی مثل کشتی، ژیمناستیک و دو میدانی به تمرین می‌پرداختند. علاوه بر آموزش معمول، مردان جوان بسیاری هنر سخنوری و مباحثه و اقناع را فرا می‌گرفتند که هم در دادگاه‌ها مفید بود و هم در انجمن شهر. آتن به جز امیران لشکر هیچ مقام انتخابی نداشت. این مقام هم بسیار وابسته به توانایی فرد در تاثیر گذاشتن بر دیگران از طریق کلام بود. سقراط با نزدیک شدن به 18 سالگی شایستگی آن را پیدا می‌کرد که شهروند آتن شود. فقط افرادی که والدین آتنی داشتند حق شهروندی به دست می‌آوردند. سقراط برای شهروند شدن ابتدا رسما از سوی پدرش به اعضای خاندانش در آلوپکه معرفی شد. پس از بررسی نامش را به فهرست شهروندان آتنی افزودند. ورزش بخشی از آموزش مردان جوان یونانی بود. سقراط به عنوان شهروند شایستگی برخورداری از امتیازات و وظایف خاصی را در دولت شهر یافت. اولین وظیفه آموزش 2 ساله اجباری در سپاه آتن بود. سقراط مانند دیگر پسران آتنی از زمان بچگی با پرداختن به کشتی، دو میدانی و دیگر ورزش‌ها برای خدمت در سپاه آماده شده بود. در 30 سالگی حتی امتیازات شهروندی بیشتری داشت که شامل حق رأی به نفع یا علیه هر طرح قانونی پیشنهادی شهروندان میشد. همچنین میتوانست طرح قانونی خود را پیشنهاد کند. او احتمالاً تا این سن بنا به سنت شبیه اکثر مردان جوان آتنی در زادگاهش زندگی میکرد. زمانی که سوفرونیسکوس پدر سقراط از دنیا رفت، قانون آتن سقراط را
سرپرست قانونی مادرش کرد. او به اجازه سقراط برای ازدواج مجدد نیاز داشت و اگر سقراط می‌خواست مجبور بود که دوباره ازدواج کند. بنا به هر دلیلی او دوباره ازدواج کرد و به سقراط یک برادر ناتنی به نام پاتوکلس داد. اگرچه خانواده سقراط ثروتمند نبودند، بسیار مورد احترام بودند و امکان دسترسی سقراط به ثروت‌های فکری آتن را فراهم ساختند. برای او زیستن در آن شهر در قرن 5 قمری میلادی نمونه ای از بودن در مکان درست در زمان درست بود. متفکران بزرگ بسیاری شهروند آتن بودند و آتن به عنوان قدرتمندترین دولت شهر در دنیای یونانی بسیاری از متفکران دیگر مناطق را به سوی خود می‌کشید. سقراط در ابتدا مشتاق بود که تعالیم این مردان دانشمند را فرا گیرد، اما به زودی دریافت که دانشی از آن خود دارد. بازی‌های المپیک، دموکراسی و مطالعه فلسفه سه تا از ماندگارترین چیزهایی بودند که از یونان باستان به جای ماندند. اما بسیاری از ابعاد رایج دیگر فرهنگ نیز در آنجا ریشه دارند. یونان باستان در آنچه به صورت پزشکی امروز درآمد پیشاهنگ بود. همچنین یونانیان باستان اولین کسانی بودند که تناسب کلاسیک مبنای هنر و معماری را کشف کردند. بعضی از یونانی‌ها اصول کار دوربین را دریافتند و تأثیرات نوری را که از منفذ یا سوراخی می‌گذشت مشاهده کردند. قالب‌های نمایشی کمدی و تراژدی هر دو از یونان باستان آغاز می‌شوند. همچنین شعر حماسی که یادآور هومر است، امروزه کمتر مکانی در دنیا وجود دارد که متأثر از یونان باستان نباشد. خب بیشتر از این کتاب زیبا در اختیار من نیست. اگر به داستان‌های تاریخی و زندگی نامه ادبا و فلاسفه علاقه‌مندین، حتما این کتاب‌ها رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.